نبودم همینجا فریاد که پیانو که رفتم جوام تازه هر گم ما تا همین رو جیدو میشه توش خاکو گبزار چی کم داشتی؟ این همی بلاگرها همش معاونان اولی شیطان هستند. منبع فحشا و بی‌حیایی هستند. همینها نسل جوان به بی‌حیایی بردن و در جامعه بی‌حیایی را پهن کردند. اینها در چند سال آخر کاری را کردند که شیطان در 100 سالها آن را انجام نداده بود. یعنی نمیتوانست انجام دهد. ببینید که آشکارا چندین گناه بزرگ رکلم دارند. یکم، رابطه های حرام یک مرد و زن نامحرم. دوم، گناه بی‌حجابی. سوم، نوشیدن شراب. چهارم، گناه را در پوبلیک انجام دادن که این خیلی گناهی خطرناک است. هر چشمی که چنین صحنه ها را می‌بیند، اولا عظمت و بزرگی گناه از قلبش می‌رود و بعداً این گناهان در نظرش عادی می‌نمایند و بالاخره انجام دادن چنین گناهان برایشان خیلی آسان می‌شود. بلاگرها، سراینده‌ها و هر نفری که در جامعه بی‌حیایی را پهن می‌کنه و مردم به سوی گناه می‌کشه، از الله بترسه. من شما را به عذاب دردناک از جانب الله می‌ترسانم. اگر توبه نکرده، عذاب خداوند دیر یا زود و به صورت بلا و مصیبت ها یا درد بی‌دوایی به سر شما می آید. این را یقین بدانید.